درود دوستان، حالتون چطوره؟ من آرمینم و خوش اومدین به این ویدیو. حدود 2 هفته پیش بود که یهو همه چیز خراب شد. از اینکه وارد یوتیوب شده بودم پشیمون بودم. ویو و آمار پیج به شدت اومده بود پایین، کسی اصلاً حمایت نمی‌کرد، حتی ویدیوهامو کسی نمیدید. نمیدونستم اصلاً باید چی کار کنم. توی یه دوراهی گیر کرده بودم که آیا باید ادامه بدم یا نه، ولی یهو یه چیزی به ذهنم رسید، اینکه ادامه بدم، اما با سبک و موضوعی جدید. پس شروع کردم به جستجو داخل یوتیوب، اینستاگرام، گوگل و بقیه برنامه‌ها به دنبال سبک و موضوعهای ترند که بتونن به پیشرفتم و برگشت وی پیجم کمک کنن. همه چیز عادی بود، چیز خیلی خاصی گیرم نیومد تا اینکه یهو چشمم به یه ویدیو خورد. یه ویدیو به سبک استیک فیگور از یه پیج 7000 سابی، پیج زیاد بزرگ نبود، اما چیزی که اونو خیلی خاص میکرد تعداد ویو و ویدیوهاش بود. 2 تا ویدیو با 220,000 بازدید چیزی بود که اونو خاص میکرد. از طرف دیگه 190,000 بازدید برای اولین ویدیوی یه پیج عدد خیلی بزرگیه. شما فکرشو بکن، یه پیج بزنی، یه دونه ویدیو اپلود کنی، ویدیوت 190,000 تا ویو بگیره، یعنی عملاً پیج طرف با همون یه دونه ویدیو مانیتایز شد. اینطور بود که منم تصمیم گرفتم ادامه فعالیتم رو با این سبک جلو ببرم، هرچند اینم برای من یه سبک موقت بود. در ادامه بهتون میگم چرا. پس سریع رفتم اسم ایدی، پروف و بقیه اطلاعات کانالم رو با این سبک ویدیوها مطابقت دادم. این شد نتیجه. بعد از اون شروع کردم به جستجو داخل اینترنت به دنبال ویدیوهایی از آموزش ساخت این سبک ویدیوها. تا یه جایی خوب پیش رفت، اما متاسفانه هیچ یک از آموزش‌ها کامل نبود. یه جا صداگذاری‌ها مشکل داشت، یه جا دیگه سایت‌ها و برنامه‌هایی که معرفی می‌کردن رایگان نبود. اما بالاخره یاد گرفتم، اینی که الان داری میبینی نتیجه همون آموزشای نصف نیمست. من خودم هنوز دارم آموزش میبینم، ولی اگه بخواین میتونم هرچی میدونم و هرچی در ادامه یاد میگیرم رو همزمان به توهم یاد بدم. پس لطفاً اول برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و اگه هم این سبک رو دوست دارین پیجمو سابسکرایب کنید که در ادامه مسیر با هم همراه باشیم. حتی لایکم بکنید، سابسکرایبم بکنید، لایکم بکنید، یه سم بذارین دیگه. خیلی دوستون دارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.